برای اینکه بخوایم یه جایی بریم میتونیم توی گوگل مپ اونجا رو سرچ کنیم. ما میخوایم الان بریم پاپاردو، کمپس پاپاردو میخوایم بریم و توی نقشه که پیدا کردیم دایرکشن رو میزنیم و به ما میگه که شما از جایی که هستین با کدوم لاینای اتوبوس میتونید برید. با خط 39، خط 1، 31، 32، 24 و نوشته که هر کدوم چه ساعتی میاد، چقدر زمان میبره تا به اونجا برسین و در طول مسیر هم به شما نشون میده که چند تا ایستگاه دارید. سلام، من مائده‌ام، دانشجوی ارشد رشته علوم شناختی دانشگاه مسینا در ایتالیا. امروز اومدیم کمپس پاپاردو، یکی از دانشکده‌های اصلی دانشگاه مسینا که در قسمت شمالی شهر قرار داره. بریم داخل که فضاش رو ببینیم چطوریه. کمپس پاپاردو رشته‌های علوم پایه و علوم مهندسی رو برای دانشجوها ارائه میده. مثلا رشته دیتا آنالیسیس به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی، رشته کامپیوتر ساینس در مقطع ارشد به زبان انگلیسی داره که شما میتونید برین توی سایت یونیورسیتالی مقطع و رشته مورد نظرتون رو چک کنید که ببینید به زبان انگلیسی هست یا نه. ایستادیم که داریم دانشکده پاپاردو رو از بالا کامل می‌بینیم، بهش ویو داریم. این قسمت هم دریاست، دریای قشنگ مسینا. دانشکده پاپاردو خوابگاه هم داره که ظرفیت خیلی بالایی هم داره، خدا رو شکر. بیشتر اتاقاش هم سینگل هست و خیلی هم بروزه، یعنی ساختمان خوابگاه و داخل خوابگاه بروز هست و قدیمی نیستش. این نکته رو هم گفتم که بهتون بگم. اینجا داریم میریم سمت سالن مطالعه دانشکده پاپاردو که چند تا سالن مطالعه داره. حالا در قسمت‌های بزرگ و کوچیک و اینا هست. میریم داخل میبینیم چطوریه سالن مطالعهش. امتحانات باید آروم صحبت کنیم. اینجا بچه ها کلاس دارن. یکم گرم شده داخل ساختمون. کلا مسینا که اصلا انگار نه انگار زمستونه، گرمای گرما. اما تیشرت اومدم بیرون.